بچه خیلی خوش اومدید به قسمت اول لایف اکان ماینکرافت. ببینیم چیزایی که ویدیوهاش توی تیک تاک و یوتیوب اینا هست ببینیم کار میکنه یا نه. بریم سراغ تستش. اولیش اینه که تخت رو با اینطوری جا به جا کنید. ببینیم خراب میشه تخت، یه کم نمیشه، یه طرفش میشه اونور. نه چیزی نیست. پس این غلطه. بریم سراغ دومیش. میگن اگه دو تا پورتال یه پورتال اند و یه پورتال ندر کنار هم بسازی، پورتال اند، پورتال ندر، فیلینت اند استیل و ایاف اندر. فیلینت اند استیل رفت. این کدومش روشن میشه این پورتالا؟ یه پورتال اندم اینطوری کنارش باید بزنیم، اینطوری به این صورت، اینطوری و اینطوری اینا رو بذارید و اینا اینطوری و اینطوری بذارید و اینجا روشن نمیشه، اینجا روشن میشه. نه برعکس روشن میشه. شما کلن چشمان برعکس داشتم. کنار اینجا این هدن اینا بدیم بالا. اینم غلطه. میریم سراغ آخریش. میگن اینطوری اگه یه پورتال اند اینطوری بسازید، ویلیجر اینا هاش و این تو رو تا میتونید تخت بذارید و تایمتون رو شب بده بود بسته ساعت منتظر بمونیم که شب شه. اوکی حالا واسه اینو که خراب کنم دقیقه. حالا میتونیم یه کاری رو بریم اند واسید. میگه اگه توی اتاقه اگه برم بالا این انگلیسا، یعنی اگه با خیلی ارتفاع زیاد بپری از آسمون رو دراگون با میز دراگون وان شات میشه. بریم تست کنیم. هر مابی میتونه وان شات بشه با میز. حالا دراگون رو بریم ببینیم. همه یه ضربه مشتی اینقدر از روش همینطوری هی بزنیم تا از ارتفاع خیلی بالا بریم بپریم پایین. این درسته، بله این درسته.
پس شد نتیجه 2 تا غلط 1 درست. اگه دوست داشتید این سری رو حتما تو لایک اما تو کامنت ها بگید که من دوباره از این سری بیشتر بذارم. تا ویدیو بعدی، خدافظ.